قاعده 52 اسباب سجده آدم علیه السلام و برادران یوسف علیه السلام را بدانیم. میایم سر یک سوال مهمی که شاید بر شما مطرح شود و زیاد وقتی در صنفا مطرح میکنن که شما باید متوجه ازی باشین که در امتهای قبلی در امتهای قبلی ما شما میفهمین که هر پیغمبری که میاد او شریعت خاص خودم می داشته باشه، شریعت خاص خودم می داشته باشه، کتاب سرش نازل میشه و بالاخره وقتی که پیغمبر دیگه میاد او کتاب قبلی مثلا قرآن عظیم شان وقتی که نازل شد کتابهای قبلی کلشان چی شده؟ منسوخ شده. پس مثلا تورات فعلا منسوخ است. خب در پالی ازی که تحریف شده، ولو که اگر تورات یافت شود که بگوید تورات است که تحریف نشده و کل علمای یهود و کل علمای اسلام میگه ولی این تورات حقیقی است که بالای موسی علیه السلام نازل شده بود، لکن حکمش چی است؟ منسوخ است، یعنی او دیگه قابل تطبیق نیست. پس تورات و انجیل و زبور و صحائف و اینایی که بودن یا منسوخ هستند. در شریعت های قبلی فکرتان باشه، در شریعت های قبلی یکی انحنا یا مثلا سجده کردن دو قسم بود، یکی سجده کردن برای احترام بود و یکی برای عبادت بود و همو پیغمبرایشان یا فقهایشان و علمایشان برشان تشریح میکرد که اینی سجده کردن، اینی رکوع کردن، اینی انحنا چی است؟ عبادت است و اینی رکوع و سجده و انحنا چی است؟ این برای احترام است، برای احترام یک است. او اجازه بود به می خاطر است که برادران یوسف برای یوسف علیه السلام چی میکنن؟ وقتی که میبینن که چی است برای سجده احترام میکنن. اونا وقتی که سجده احترام میکنن پس اونا شریعتشان با آمدن قرآن چی شده؟ منسوخ شده. ما و شما چی میگیم؟ از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفته؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مردم گفت که اگر در شریعت ما سجده احترام می بود، اگر سجده احترام می بود ما برای خانم ها می گفتم که برای شوهرایتان چی کنین؟ سجده احترام بکنین، اما نیست. از این خاطر الله متعال میگه که فسجدوا لله، سجده خاص برای کی بکنین؟ برای الله. وقتی که لام تخصیص داخل شد بناهن سجده ای که با احترام باشه در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم موجود نیست. پس ما نمیتونیم که بخیزیم بگوییم که مثلا برادرای یوسف برای یوسف سجده کرد، ما هم میخیزیم برای پیغمبر خود چی کنیم؟ سجده کنیم. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت قرآن برای صحابه خواند که فسجدوا لله، شما خاص سجده را برای کی بکنین؟ برای الله بکنین. و وقتی که صحابه آمدن و برش گفتن سجده خو برات نمیکنیم، آیا انحنا بکنیم؟ گفت نه خیر، انحنا هم اجازه نیست. اینحنی له، گفت آیا برای انحنا بکنه؟ قال لا، گفت انحنا نکنه. پس انحنا چی است؟ این حرام است و ناروا هست. متوجه شدین؟ و در قسمت سجده ملائکه برای آدم علیه السلام بعضی کسا میگه بله اون الله شاید کتانی مسائل بحث بکنن در بعضی جایا، خصوصا در باب شبهات و شک، میگه که این شما سعی کنین، شما منع میکنین در حالی که الله بر ملائکه گفت که برای آدم علیه السلام سجده بکنین. ما میریم به قبرها سجده میکنیم، ما میریم به بت‌ها سجده میکنیم. همین خو مردمای خوب هستن، درست است نه؟ برایشان در جوابشان چی گفته میشه که عبادت با امر الله عبادت تعیین میشه. وقتی که الله امر کرد اونم عبادت است. امر الله بر ملائکه چی بود؟ که برو برای آدم علیه السلام سجده کن. سجده تعظیم بود یا هر چیزی بود؟ پس در اون صورت بالای ملائکه امر الله شد که برین عبادت بکنین. برای ما و شما در قرآن چی امر شده؟ که ما سجده برای کی بکنیم؟ فقط برای الله بکنیم. اگر همیال آدم علیه السلام بیای پیش روی ما ایستادم شو ما برایش سجده نمیکنیم، چون در دین ما در شریعت ما و الله بر ما امر نکرده که برای آدم السلام سجده کنین و برای ما نگفته که رسول الله صلی الله علیه و سلم برش سجده کنین. اگر میگفت امر الله می بود بازو برای ما یک عبادت می بود. وقتی که الله گفته فسجدوا لله، فقط برای الله چی کنین؟ سجده بکنین. پس ما حق نداریم که بغیر از الله به کس دیگه سجده بکنیم. چرا؟ اینجا شما سعی کنید در آیت قرآن وقتی که سوره نجم آیت 62، در سوره نجم آیت 62 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ فسجدوا لله واعبدوه، پس سجده کنین برای الله و عبادت بکنین. پس سجده از ما چی هست؟ امر الله شد که سجده خاص، لام
شما کسایی که نحو را میفهمن، گرامر عربی را میفهمن، اونا میفهمن که لام برای چی است؟ برای تخصیص است. only special. فقط یعنی شما فقط سجده برای کی بکنین؟ برای الله بکنین. و عبادت فقط برای کی بکنین؟ الله بکنین. و از همین خاطر ما و شما در کلمه طیبه تعهد میکنیم که یا الله اینمی سجده و رکوع که عبادت است، در امت رسول الله صلی الله علیه و سجده احترام وجود نداره. سجده کلش چی است؟ عبادت است و ما رکوع و سجده خدا خاص برای کی میکنیم؟ برای الله میکنیم. اگر سجده اگر برای اکرام باشه، مثلا یک کس احترام یا اکرام میکنه یک کس را، به خاطر اکرام اگر استاد میشن سلام علیکم و تو چیز میگن، اما اگر استاد کنه متکبر و مغرور بود که یک کس استاد نشه، باز استاد در حرام واقع میشه. از این خاطر ما بسیاری وقتا به خاطر که در غرور داخل نشیم، در صنف که داخل میشیم سون معاصرین هیچ سهل نمیکنیم، دست خودی تسلیم میکنیم، برای ما کس استاد نشه. ما شاگردان شما چی میخواین؟ شما این سعی استاد نمیمانین، ما رو استاد دیگه روز استاد نشدیم خیست ما را چی کرد؟ قار شد سر ما قرآن خواندیم و کتاب لینی نخوانده دیگه، فرق ما اینه مقدر است. فرق بین شما از اونها چیست؟ ما قرآن خواندیم سنت خواندیم و اونا کتاب لینی نخواندن. بر ساز حرام است. وقتی که ساز حرام شد، سرود ملی ما ساز ملی و ملی نداریم. یه از کافرها گرفتن. ساز است. وقتی که موسیقی حرام است، حالا ما شما یک تعداد مردم میرقصن، نه عطن ملی، رقص ملی، چی بی غیرتی هست؟ اینا ما چیزی به نام ملی نداریم، اسلامی داریم. آنجا که دین ماست، آنجا وطن ماست. فلسطین وطن ماست، مکه وطن ماست، مدینه وطن ماست. این کالی حاکمای طاغوتی ما را میگه به پاسپورت نمیایید، در وطن خود ما را نمیمانه. هیچ چیز. یک دار اسلام است و یکی دار کفر است. جهان اسلام کلش وطن ما هست. پس ما ملیگران هستیم. این ملی به معنای قوم پرستی هست. فهمید یعنی؟ این ملی است. از این خاطر وطن ملی از قوم پرست است. فهمید یعنی؟ کلای خودت شورک میتن، موی قسمی توک میتن چی میکنن؟ این وطن ملی است یا ملی هست، این اسلام نمیپذیرن. و سرود ملی هم ما نداریم. فهمید یعنی؟ وقتی سرود ساز است و با دول دنبک و ترا هست، و زنده خودم با ساز استقبال میکنه کافرها، مردهشان هم که مرد باد پونگ از کدام میرن. حالا باز بگن که مثلا او را چی بگیم دیگه، سر مردام یک دانه ساز بره بگن ساز مرده‌ای ملی. ما ملی چیز نداریم. از نگاه اسلامی این چیزا وجود نداره و ایستاد شدن در مقابل ساز و ترا هیچ ناروا هست و هیچ در اسلام وجود نداره. این یک بدعت جدیدی هست که بسیاری کسا کشیدن، ما در اسلام نداریم. ما نداریم. ما که رفتیم استاد نمیشیم، ما میگیم برادر عزیز والا خوش میشی یا خفه میشی، شما افراطی هستیم، تشکر. حالا در مقابل ملی استاد نشیدی، چیز بر ساز بخیزی. ساز چیست؟ گرم شالله گرم شاید آزادی المرا، یک وقت میگفتن بازی ها میخوان گرم شالله گرم شاید استاد شد. حالا ما چیم یک چیز دیگه جور کرده که ما چیم چیست؟ مشکل است. نیست در اسلام نیست. ما در اسلام چیزی به نام ملیگرایی ما در اسلام نداریم. یعنی ملتگرایی ما در اسلام نداریم که بگیم ملت پشتون، ملت تاجک، ملت عرب، ملت هزاره، ملت فلانی. ما این ملتگرایی یا از سیستم انگلیسی نشنالیستی هست که روسا آمدن، وقتی که روسا اتحاد شوروی رو جور کردن، مناطق اسلامی را به حساب قومی تقسیم کردن. جمهوریت‌هایی که زیر دست اتحاد شوروی بود نامش چی ماندن؟ تاجیکستان، ازبکستان، باز میگوز ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان. این کلش سیستم USSR است، سیوز که سیوز نه. فهمیدید شوروی؟ اما در اسلام نیست، چون کافر آمدن مسلمان ها رو گرفتن. بخارا و بلخ و اینا در اسلام بلخ بود نه؟ ما مراکز تمدن اسلامی داشتیم، بلخ بود، بخارا بود، غزنه بود، اینا بودن. یه مرکز تمدن اسلام بود اینجا در مناطق شرق، کوفه و بصره بود. در اروپا به نام غرناطه و طلیطله و قرطبه بود در اونجا در اروپا. و به این شکل مثلا در افریقا هم وجود داشت، چند مراکز بود. ما کتاب تمدن اسلامی نوشته کردیم دیگه. اینال ما به نام ملی چیزی در اسلام نداریم، چرا که تمام ملت ها، بلال حبشی، صهیب رومی، سلمان فارسی، سه قاره بودن و هیچ کدامشان ملیگران نبودن. کلشان وقتی که پرسانشان میگن من انت یا بلال، میگه ابن من انت یا بلال. بلال گفتن تو بچه کی هستی؟ گفت انا ابن الاسلام، ما بچه کی هستم؟
اسلام هستم. I'm the son of Islam. ما بچه قوم پرستی نیستیم که بخیزیم به خاطر قوم پرستی. از این خاطر اگر یک پشتون با ایمان موحد باشه، ما او را ترجمه میتونم به قومی ما که تاجیک کافر کمونیست است، و اگر یک تاجیک مؤمن موحد باشه، ما او را به یک قومیم که پشتون کافر کمونیست است، او را چی میکنم؟ ترجیح میتونم. از او خاطر دیروز ما هم درس ابراهیم علیه السلام خواندیم که ابراهیم علیه السلام بر قوم خود گفت و بدأ بیننا العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. بین ما و شما دشمنی هست تا زمانی که ایمان بیارین به ذات خالق یگانه هست. از این خاطر چی ملیگرایی معنیش است که مثلا تو تاجیک هستی، تاجیک دیندار هستی، تاجیک بیدین هستی، تاجیک کمونیست هستی، تاجیک فلانی هستی، کلتان ملت تاجیک تشکیل میدین. پس این در اسلام نیست. یا تو پشتون کافر هستی، تو پشتون مسلمان هستی، تو پشتون قوم پرست هستی، تو پشتون هستی ټول مونږ پښتونخوا یو او دا پښتونخوا چې ده کافران، کمونستان، بیدینان، مشرکان، ملحدان، جاسوسان، غلامان د امریکا، غلامان د انگلیس، غلامان د روس، ټول یو بیرق لاندې ټولیږي. دا اسلام نیست. در اسلام چی است؟ انما المؤمنون اخوان. وقتی که مؤمن هستی گر در یمنی چوبا منی پیش منی، ور پیش منی تو به منی در یمنی. وقتی که پالیم حتی میگه ولو کان آباؤهم او اخوانهم او عشیرتهم، الله میگه ولو که بیادرش باشه، کافر باشه، پدرش باشه کافر است، کافر است، کافر جان برو. فهمیدین؟ از این خاطر ملیگرایی در اسلام نیست.